که من بیوزن بیچاره است، مردم شهید است، اولادم و میدان ماندن، فضلشان مرد است. خیلی ببینی الله. دمی 2 سال پوره به کلگی بسته نان داد. خدا خیرتون بده. مجبور که نباشیم و یک لقمه برنج هم یه کلی ریش سفید خود. یعنی دیگه کای ما سکسای کو حال ما به ما ریش سفید به ما برنج میایم ساده میشیم. یعنی سعی کنه 1 بجه اومدم. از 1 بجه ما میایم ساده میشیم بیرون خبره. پدر است. ما مجبور هستیم که اینجا میایم. والله خصاب است که یعنی گفتنش خیلی سخت است. مشکل ببین رجان خوب هستی؟ مانده نباشی جان جو بخیر. شما خوب هستی؟ صحت داری؟ ای ماشاءالله ای ماشاءالله. رای نیک مردان آزاده گیر، چون استاره دست افتاده گیر. سلام و مهر خدمت یک شما هموطنان عزیز. خدا را سپاسگزار هستم که فرصت داد بار دیگر در خدمت شما خوبان قرار بگیریم. دوستان نهایت عزیز، آمدیم این بار افطار در مسجد شاه نقشبند در کابل خیرخانه موقعیت داره. ما پارسال هم آمده بودیم. یکی از مسجدهایی هست که هر سال به عده زیاد از اهالی منطقه شاه نقشبند اینا غذا میدن. یعنی اون پشت که شما میبینی در حدود 10 سیر برنج هر روزه در ماه مبارک رمضان دم میشه و اهالی منطقه کسایی که مستحقین هستن تقسیم و توزیع میشه. به خاطر از اینکه ما شما بیشتر اطلاع پیدا کنیم اینجا با مسئولین و دوستایی که هستن با اینا صحبت میکنیم. پس ما را تا آخر برنامه همراه باشید. خوب است لالا جان؟ نام چیست؟ رضوان. رضوان جان. چند ساله؟ 13. 13 ساله. مکتب خو میخوانی؟ صنف چند؟ صنف 5. از کجا آمدی؟ از خوجه بغرای کنه. از خوجه بغرای کنه. راه دور است نه؟ باز دیگه که خورد نیست؟ کم میده ها. کم میده نه؟ خب چی گفتنی داری برای کسایی که کمک میکنی دیگه بار میکنن؟ خیلی بینن هر کس کمک میکنه زنده باشه. خب هموطنان عزیز، یک مادر خود در پولی خود داره میخواید تشکر کنه از کسایی که در ماه مبارک رمضان کمک میکنه که یک لقمه نان سر سفره، یعنی کسایی که اینجا میان یک لقمه نان میبرن مستحق هستن. این مادر ما آمد در طلب حاضر شد که تشکر کنه. سلام علیکم مادر جان. خوب است ان شاء الله؟ صحت داری؟ بخیر باشی. خداوند هر کسی که کمک کرده است خدا عمر بتدش، خدا دیر سال زنده باشدش، خدا خیر ببینه و خیر باشه که مردم نان میته. سیر کردی 2 سال شد 3 سال شد که ما اینجا میایم کلگی از پیش از این خوش است. همین 30 روز ماه مبارک رمضان شما ان شاء الله اینجا می غذا براتون میده. من کلگی پر ایمان میشه میباشه میتن. 2 سال شد است که ما اینجا دیگه وقتا نبودم نمیفهمیدم که اینجا دیدم ولد شدم آمدم دمی 2 سال پوره به کلگی بسته نان داد. کلگی رخیدش سیر کرد. خیر ببینه خانه آباد بر مرادی که نیت مرادی که از خدا برساندش. خیر ببینه این دنیایش هم خوب کنه او دنیایش هم خوب کنه. خداوند خیر ببینه. خب چطور از مسئولین کسایی که شما رو نان میده؟ خب بسیار روی خب بین مردکی ما آمده است از پیش خوشی کرده است که چوکی را از حاجی صاحب نه مسئول خواهیم حاجی صاحب است. چوکی را ماند بسیار تشکری کرده از پیش از این که آدم خوب است شریف است. قاری صاحب چوکی را ماند مرا گفت بشی. یک دفعه اونجا آمده است سوگنوس من خودم میمون آمده است. اگر نه خود دگروال است منصب است من شرم است که بیا ریسپید است. این نمیشه چقدر بیادر قدر عزت شکل است. خدا کلش عمر بده خیر ببینه. از کلش ما خوش هستیم. با خیر سلامت باشید. بخیر باشی. سلامت باشید. خیر. خب دوستان عزیز گپ میزنیم مادر جون. هم پوزه که بسته کم تو بگو خیره. همین گپای تا بگو. خدای پاک جان جور بده تان دل بیغم. خدای پاک این ماه مبارک رمضان به خیر و خوبی به صحیح سلامت سر کل مردم ببره. خدای پاک برکتش از دیگتان همیشه زحمت نکشه سر خانه تان سر دیگتان سر خیراتتان خدای پاک برده سر مالتان بسیار خوبی کن الله تعالی که تان بی‌وزن است مرای دوایم بچسبه
دوام به چسب فامیلی خداوند بیوزن هستم خیلیتان کمک کنه. همیشه نان میبرید یه مادر جان؟ خیلی ببین هر وقت حاجی صاحب نان داده است خیلی ببین الله برکت ببینه بیوزن هستم. پیسه میری از مره پیسه داده است مره به نسلی و مقال چیز بیفتن. حاجی صاحب مرا پیوست روزی خود داده است 2 سالش بیوزن هستم خیلی ببین الهی در سر جان اولادش الله برکت بیفته که من بیوزن بیچاره هستم ازم شهید هستم اولادم و میدان ماندم فضلشان مرد است خیلی ببین الله همین وقت روزی خود برام داده است خیلی ببین الهی برکت. هموطنان عزیز پارسال ما آمدیم اینجا 3 تا الی 4 تا دیگ بود. یعنی این سال نظر به مشکلات دیگ 2 تا شده. پس شما خودتان ملاحظه میکنه خدا به سر شاهد است که ما خاص به خاطر رضای خدا که نمیجا حاجی صاحب آدم نیک از ما در اهالی هستیم همیشه زحمت‌های حاجی صاحب میبینیم خواست آمدیم که شما شریک کنیم که این مردم از زبان خودشان بشنوید که دیگ بار میشه. یعنی 1 لقمه نان یعنی 500 600 خانه را نان میده حاجی صاحب. مغز بسته مخلوطات نان میده خوب نان صحیح میده نیتشان صاف صلات الله این قدیشان خوبی کنه بیادر بسیار خدا قدیشان خوبی کنه بسیار آدم خوب نیک وقت حاجی صاحب خالق قدیش خوبی کنه. بخیر باش الهی آمین بخیر باش الهی خیرات تا خدا خودتون خیلی دست جمعی در حق حاجی صاحب دعا کنه. خدا خیرتون بده. دوستان عزیز خوب است که یعنی یک دخترک ما که در تلنگانه حاضر شد که ما گپ بزنه. سلام لالای. علیکم السلام. خوب هستی؟ شکر. اسم مبارکت؟ عباس. عباس جان. چند سال هستی؟ 8 ساله. ای ماشاءالله. آمدی پشت غذا؟ هر روز میایی؟ باز چند نفر هستی در خانه؟ در خانه 5 نفر. 5 نفر باز کفایت میکنه؟ آها. دیگه سلام می اومدی؟ پارسال آمده بودم. پارسال آمده بودی؟ حالا امسال هم آمدی از اول رمضان؟ هر روز میایی؟ خب بر تنان میتن حاجی صاحب؟ خانه تان دمی اولی شای نقشبند از دمی کوچه است؟ نه سیروی. از سیروی میایی؟ آفرین. باز راه دور نیست برات؟ نه. تا چند دقیقه خانه میری؟ 5 دقیقه 2 دقیقه تیری میشه دیگه. خب مکتب میخونی؟ صنف چند هستی؟ صنف 3. صنف 3 هستی؟ خیلی تو تقریبا 10 ساله هستی دیگه. تانی چی هست بی دیگه؟ اما که گفتنی دارم اما هر کسی که این چی رو میکنه خدا خیر بده. هموطنان عزیزم خدا خیر بده. خب کسایی که کمک میکنه که دیگ بار میشه او رو میگه خدا خیرش بده. آفرین کلان شوی. در خانم خود دعا میکنی در حقشان؟ تشکر خیر ببینی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا فيه اللهم بارك لنا فيه اللهم بارك لنا فيه. پروردگارا با عدد دانه های برنجی که در اینجا برای مردم در نظر گرفته شده و از طرف بزرگا و همه روزه پخته می شود، پروردگار برای تمامی دستاندرکارانی برنامه و با کسایی که در این پروگرام به هر نحو شامل هستند و این برادرای ما که در اینجا میمان آمدن کل گیر پروردگار حسنات نصیب بگردن، گناهان ما را عفو بکن، صغیره و کبیره ما را عفو بکن. پروردگار با لطف و کرمت بیوه و بیچاره و یتیم و نادار و بیوزل افغانستان خود سرپرستیش بکن. پروردگار وسیله شان از غیب بکن. یا الله به همراه همگی از غیبی کمک بکن. هر جایی که مسلمان ها هستند، هر جایی که انسانیت غریب از بیچاره است، پروردگار به همراه خودت کمک بکن. و در این لحظات که روزه ماه مبارک رمضان هم است و افطاری هم به خاطر به مناسبت ماه مبارک رمضان است و خودت فرموده ای که دعای روزدار قبول میکنی. پروردگار در قدم نخست گناههای صغیره و کبیره ما را ببخش. پروردگار در افغانستان صلح و امنیت برقرار بکن
کسایی که در این پروگرام خیریه سهم گرفتن، هر قدر که از کم یا زیاد به هر نحوی که سهم گرفتن، پروردگارا حسنات بیشتر و بیشتر نصیبشان بگردان، سرمایه‌شان از ضرب میلیارد بکن برشان، در دنیا و آخرت سرفراز داشته باشند. هر کسی که در هر جایی برای انسانیت، برای مسلمان ها، برای مردم بیچاره کمک میکنه، پروردگار با آرزوی شرعیش برسن، پروردگار در دنیا و آخرت سرفراز داشته باشن. این قوم و این محله و این مردم که همیشه زحمت میکشن اجرشون پورا نصیب بکن و ملک ما را پروردگار از فقر و از بیچارگی و از دربدری و از بیکاری نجات بدی. کسانی که زعمای امور ما به خاطر امنیت، به خاطر صلح، به خاطر آرامی، به خاطر عزت ملت ما تلاش میکنن، همیشه کامیاب و سرفراز داشته باش. آل اولادشان حفظ بکن. کسایی که دلسوز هستند به ملک ما پروردگار در حفظ امان خود داشته باش. پروردگار به لطف و کرمت آنهایی که اگر کمک کردن میتوانند، در دل خود آرزو دارن که ای کاش ما میتونستیم کمک بکنیم، اما هم اجر پوره بدیم. و کسایی که فداکاری میکنن همیشه پروردگار آرزوی دنیوی و آخرتشون برآورده بساز. بزرگان موسفیدای محله جناب حاجی صاحب و کسایی که در این عملا هر روز سهم میگیرن، پروردگار بار بار به حرمین شریفین همه را زیارت عمره و حج مقبول نصیب بگردان، همه ما را از جمله زائرین بیت الله بگردان، همه ما را از جمله محبان رسول الله بگردان، همه ما را پروردگار در نهایت در دنیا و آخرت از ما راضی شو و این خیرات قبول درگاه خود بفرما. پروردگار با لطف و کرمت در افغانستان صلح امنیت برقرار بساز. دشمنان اسلام در هر جایی که هستند سرنگون بساز. یهود و نصارا را سرنگون بساز. ملت مظلوم فلسطین، ملت مظلوم غزه را و تمامی امت مسلمه را رهایی نصیب بفرما. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله. این پروگرامی که شما فعلا میبینید یک جز از کارهای خیریه مسجد حضرت شاه نقشبند، یک جزش است. و اینا این مردم محله، این مردم متدین تقریبا در حدود بیشتر از نزدیک به 20 سال می شود اینا همین پروگرام های خیریه را هم مدرسه را جور کرده اند و یک تعداد جوانا را به خاطر که جای مناسب برای درس خواندنشان باشه، لیلیه و صنفای درسی و استادها را و اینا را اکمال میکنند. و مسجد هم به حساب به می همت این مردم آباد شده، مدرسه هم به همت این مردم آباد شده. در پالیشان یک پروگرامشان همیشه که در رمضان ها همین تو به حساب خیریه اینمی مسئله افطاری رو به حساب جور میکنن که یک قسمت زیادش تقسیم میشه در دیگاه و نیمی مردمی که شما دیدین توزیع میشه هر روز. دیگه این یک خیریه مردمی است که از طرف دوستای به حساب اهل ایمان ما، کسایی که اخلاص به این مسجد دارن، به این مدرسه دارن، چه در داخل هستن چه در خارج هستن، الله همهشون اجر نصیب بکنه. اینا مسائل علاوه از اینکه مسجد همیشه کمک میکنن، مدرسه را کمک میکنن، همیشه در طول سال و در رمضان ها همیشه پروگرامشون همی است که یک افطاری، یک چیزی که در توان دارن برای مردم روزانه توزیع میکنن و افطاری به کسایی که در خود مسجد معتکف هم هستن و کسایی که به افطار جمع میشن به اونا هم همیشه این پروگرامشون در همه رمضان ها روان است. الحمدلله. البته سال گذشته بیشتر داشتیم، امسال یک کمکی نسبت به مشکلات اقتصادی و بعضی موضوعات یک کمی کمتر شده نسبت به سال گذشته. و ما مطمئن هستیم که برادران ان شاء الله آینده هم میره پس دوباره جبیره میکنن و میره پس بیشتر میسازن. الله متعال کسایی که در هر جایی که در امور خیریه برای مردم دلسوز هستن، در هر جایی که هستن، الله حافظ و ناصرشان باشه و خیراتشون در هر جایی که میکنن قبول بکنه. خصوصا کسایی که در پروگرام مدارس و مساجد و همچنان در امور خیریه برای کمک رسانی برای مردم بیچاره. و یک چیز براتون بگیم که در دیگه وقت خیرات ما و شما اجر و پاداشش به اون اندازه‌ای که در رمضان است باز برابر شدن نمیتونه، چرا که در رمضان یک عمل نفل ما برابر فرض و یک فرض ما برابر 70 فرض اجر داره. یعنی وقت خیرات و صدقات هم بیشتر در رمضان است. الله همه ما شما را توفیق بده، شما را الله در حفظ زمان خود داشته باشه که برنامه را آمدید ثبت کردین که به دیگر برادرای ما اگر میرسه اینا هم در هر جایی که توانشان میشه همین امور خیریه را پیش ببرن، خاطر ما همکار باشن، امروز دیگه مساجد همکار باشن و در آبادی ملک بر هر نحوی که امکان داره سهم بگیرن. و السلام علیکم و رحمت الله. یک جهان تشکر، خیلی لطف کردید، خداوند شما را خیر سلامت باشید. دوستان نهایت عزیز، یک خوبی دیگری این نان خیرات ای است که تمامش به مستحقینش میرسه. واقعا اون کسی که نیاز داره امروز آمده دم در مسجد استاد شده، یعنی یک لقمه غذا سر سفرهش میره که خداوند برکتش به اون کسایی که طبق که مولوی صاحب گفت
بده که کمک کردن که دیگ بار شده. بخیر سلامت باشید. خب استاد جان مانده نباشید. صحت خوب جان جور صحتمند خوب هستی؟ طاعت عبادتت قبول درگاه حق. همچنان ماشاءالله. بخیر آماده است دیگه. آماده است دیگه دارد توزیع سیم دیگه. شروع کردی بخیر؟ نه توزیع. چه وقت دیگه شروع کردی کارش بخیر؟ 3 بجه کارش توزیعش شروع میکنیم 1 بجه دمش میتیم از 8 صبح مییم. همین دیگه چقدر مردم ان شاء الله همین دیگه 500 نفر نان میته. 500 نفره. بله. خداوند شما رو برکت بده. بخیر باش خیر. سلامت باش. خداوند اجر بده. آقای صاحب سلام علیکم. السلام علیکم. خسته نباشید. بخیر باشید سلامت باشید. طاعت عبادتتان قبول درگاه حق. تشکر از همه ما و شما از تمام مسلمان ها. خداوند عمر شما برکت بده. بخیر باشید صاحب سلامت باشید. این چند سال است که شما زحمت میکشید یک لقمه نان به این مردم اهالی برای مستقیم تقسیم میکنید. تشکر آقا صاحب بخیر و سلامت باشید. امی پروسه چندین سال است که در این مسجد و محل ما دوام داره دیگه. البته چطور است از پارسال پیرالسال و سالهای پیش تغییرات چی بوده؟ دیگه خالی را دیگه سالهای پیش که بود مثلا سال گذشته همینجا برادرها کمک زیاد کردن. ما 3 دیگ البته که 2.5 سیر برنج بود و 3.5 سیر 4 سیر گوشت بود و خلال با تمامش 22 سیر میشد. 22 سیر میشد. بازی را میتونستیم حتی 2.5 کپگیر و 3 کپگیر برای بعض مردم بی وضاحت که یتیمدار می بود، بیوه می بود، معیوب می بود، برای از اونها حتی 3 کپگیر ما منداختیم که البته مو 3 کپگیر 2 غوری برنج میشد. و حال ما امسال دیگر دوستای ما نمیفهم که چرا نتونستن صحیح زیاد کمک کرده با ما. 2 بوجی برنج بار میکنیم که با تماما همه چیزای گوشت و خلال و کشمش و ایناش 14 سیر میشن. دیگه حالا 1.5 کپگیر مندازیم. دیگه بازم این مادرها رو میبینین، همشیرها رو میبینین که مجبور هستن شکایت میکنن که به ما زیاد پرت و میگه به ما زیاد پرت. دیگه نمیبینین که این اندازه برنج ما داده میتونیم. نفرم نام خدا بسیار زیاد است و او طرف حال شروع می سیاسرا و زنانه را کردیم. بعد از او باز اون طرف مردانه میریم. ان شاء الله اون طرف هم میبینیم. اون طرف هم زیاد نفر است. آیسا پیامت مشخصا بر دوستایی که کمک میکنن چه است؟ همون پیامت همیشه که ما داشته باشیم که اگر خدا بخواد سال آینده ما ان شاء الله باز دوباره همون 3-4 دیگه داشته باشیم. پیام مامی است برای برادرایی که کمک کردن. اول خواهم کسایی که امسال هر سال گذشته که برای ما کمک کردن، پروردگار عالم خیرشان بده. الله پاک ده هر روپیشان میلیارد رو برایشان کمک کنه. ما ازشان خوش هستیم. هر کس کمک کرده یا نکرده خداوند خیرشان بده. اینا میبینین شما که مثلا تمام چیزا برملاست، مردم مجبور است، احتیاج است. اینا مینا از ساعت 12 بجه که اینجا نال ساعت 3:30 بجه است که ما شما توزیع داریم. از ساعت 12 بجه که اینجا میان نوبت میگیرن. اینا میگن مجبور نباشه به 1.5 کپگیر برنج با 1 توته گوشت ولا که بیان نوبت بیره. پیام ما برای برادرها می است اگر واسه توان که دارن به می شکل اگر کمک زیاد بکنن که ما بتونیم سال آینده البته همین 2 بوجی را 3 بوجی بسازیم، 3 بوجی را 4 بوجی بسازیم که تا که به خوبی بتونیم به تمامشان برسانیم. روی دسترخوانشان که میبینه شکمکایشان هم ببینه. بله حال ما و شما خود در افغانستان هستیم. هر فامیل ما و شما از 7 نفر 8 نفر، اما متوسطش 6 و 5 هست. بازی دعا را خداوند واقعا رد نمیکنه. یعنی هر مستحقی که یک لقمه نان میخوره شما باور بینه میگه که دل به دست آور که از یک برس از هزاران کعبه یک دل بهتر است. بله اما تو راست خداوند شما رو کم نکنه که همیشه در خدمت مردم بودین و همیشه اومدین از ما با خبری کردین و اینا دیدین تمام. در قبال زحمت شما به خدا چیزی نیست. صادقانه اجازه شما واقعا زحمت میکشید. خداوند عمر شما برکت بده. مزاحم کارت نمیشم. بفرمایید. خیلی تشکر. عزیز صاحب خوب هستی؟ والا شکر خوب هستی. بخیر. شکر بخیر باشی. قربانت شم. خدا کوتاه معرفی کنی. اسم محمد یعقوب.
محمد یعقوب. کاکا خودت میای اینجا هر سال میبینی این تفلک‌ها رو که غذا میبرن؟ امسال سال سوم است که ما اینجا میایم. هر رمضان اینجا چیز دیگ میمونده میشه برای مردم سایه که خرد کلان سیاسرا، یعنی مردم میان یک کمی غذا چیزی که وسوسشون میشه کمک میکنه. ما والا اینجا دیدم حتی از سیرای خوجه بغرا، از خوجه بغریای کونه و قبل خدا این بچه که یعنی من خودم از عین از خوجه بغرای کونه میام، از پیش تپه. از پیش تپه. دوستان عزیز خودتون فکر کنه ببین چی است واقعا که یعنی مجبور که نباشیم و یک لقمه برنج هم میگیم کلی ریشته پیدا خود. خب مجبور هستیم که نمیگیم میایم استفاده میشیم. او هم یگان دفعه کم میباشه، یگان روز زیاد میباشه. مثال نفر که کم باشه اگر نفر ما اگر پارسال بود اینجا 3 دیگ بود. 3 دیگ بود، 3 چیز برنج پخته میشد. اینا دیگه 2 دیگ. 2 دیگ صاحب نفوذ زیاد است. اما همیشه که یک کفگیرک من دادن و ما قناعت میکنیم. وظیفه گذاشته چی بوده پدر جان؟ وظیفه گذاشتم دلیور بود. در وزارت فایده حالا فعلا دیگه بیکار است. بیکار میشه کمی دوستایی که خیرین هستن حتما تصویر ما تو را یک روز متوجه میشن میبینن نه؟ شاید. همین گفتنیت برشون چی است؟ گفتنی ما بر از او می است که خدای پاک کلیشان کمک کنه او وارا زیادتر بده که مردم ما شما که مردم مسکین بیچاره یک کم زیاد کمک شود. اگر پارسال 3 بوجی برین بود امسال 2 کردن، با تا 10 سال آینده همین 2 4 شود، 4 5 شود. کمی مردم یعنی دیگه کای ما سکسای کو حال ما به مکریش سفیدم به خبرین میایم استفاده میشیم. یعنی سعی کنه 1 بجه اومدن از 1 بجه میایم استفاده میشیم ببینیم خبرین. به خاطر از اینکه من چند سر عیال هستی پدر؟ 11 سر عیال است. 11 سر عیال است. خدا شاهد است. خودم هم ریش سفید هیچ دیگه کارم ندارم. یک چیز پدر است. ما مجبور هستم که میگم والله قسم است که یعنی گفتنش خیلی سخت است. مشکل ببین شما ببینید یک پدر کم از کم 5 کیلومتر راه میکنه که یک لقمه نان ببره. به خدا مجبور هستن نداریم. به خدا توان ما بیشتر از این است. از این یک ماه بیشتر توان ندارم. خواهی نمی سعی میکنم که بتونم. من خود میگم اینمی آدم ما هم پدر ریش سفید دارم. اینمی آدم شاید بچه جوان داشته باشه. ده خدا مهربان است. 2 بچه داشتم، یک بچه که شهید شده. 3-4 تا تفلکایش مانده. اون یک بچه که اومد یک تا موتر مردم از تکشرانی میکنه و با خدا رسید باز روزا 100-200 پیدا میکنه، باز روزا اون نمیشه خلاص میخواد خانه می او هم موتر مردم. دوست عزیز خب مجبور که نباشیم خداوند کمک کنه پدر جان. ان شاء الله عزیز صاحب میگم که راهش دور است، یک ذره برای خودت چیز شوه. سلامت باشید. خب دوستای عزیز ما تشکر میکنم از عزیز واقعا خدا شما رو خیر بده. یعنی اصلا این میره که برای عزیز صاحب برای برادر کلان ما که میتونیم برنج را ما میشرمم میدیم. من نایلوچ ما چاره ندارم مثلا راه نیست دیگه. اگر برای برادر ما زیاد بده مثل ازی و صدها روی سفید دیگه میجستاد است. شما دیدید بر از وام به تمرم باز به دیگه هیچ نمیرسه. ما یک کار کردیم که مقصدم یک کفگیر یا یک کنیم کفگیر مندازیم که مقای فقط یا بیاین نامید نرن. هیچ کس نامید دیگه هیچ کس نامید نرن. ناچار که این عشق مام جوری شد. پدر دیدم به طور راستی که قابل تاسف هست. چاره نداریم دیگه. توان نداریم. چاره نداریم. خداوند پاک راستی که بارسال که بزرگوار می آمدن یک کم میشد، البته به می 2 اندازه میشد. همین 2 اندازه امسال دیگه اینطور کار شد که نتونستیم دیگه. خداوند توفیق بده که سال آینده بتونیم همین 2 بوجی را 4 بوجی بسازیم، 4 5 بسازیم. خدا مهربان است. یک لقمه یک نان کنیا زحمت میکشن سر سفرهشون برشون یک چیز شود. خداوند شما را خیر بده. خداوند عمرتون برکت بده.
سلام علیکم. و علیکم السلام. یعنی ما از آجی صاحب خیلی خوش هستم. به ما هر روز که ما میاییم ما را فن میکنه، به ما برنج میده. آفرین کلان شوی. این باز کفایت میکنه، بستون میکنه. چند نفر هستی در خانه؟ در خانه 4 نفر. 4 نفر هستی. آفرین کلان شوی. هر سال میایی؟ نه، پارسال نمیام، امسال میام. امسال آمدی؟ آی کلان شوی چند سال هستی؟ من 8. 8 سال مکتب میخونی؟ صنف چند هستی؟ 4. ای خدا تو رو برکت بده. آفرین. آفرین کلان شوی. سلام علیکم. پدر جان خوب هستی؟ صحت خوب است؟ صحتمند هستی؟ اسم مبارک؟ اسم محمد مبین. کاکو مبین. آمدی بخیر پشت غذا؟ پشت غذا آمدیم. خودم در مکتب بی‌بیزاره لازم هستم. روزگار جور نیست. آمدیم اینجا یک ذره هر کسی که کنه خدای پاک خیرش بده. اگر به تجارای ما همین خیراتش اتیر اگر می زکات خدا مکمل بتن ولا یک دانه غریب در افغانستان ببینید. 5 لک 10 لک زکاتش میشه، 1,50,000 فرا میکشه. همین زکات خدا که فرض خداست، امیره که مکمل بته ولا یک دانه غریب دیگه که از افغانستان ببینه. در این مسجد خود چند سال است می پشت غذا؟ والا در این مسجد نه 1 سال میشه، امسال نآمدیم. امسال سال اگر میگن که در 3 4 5 سال توزیع میکنن، مگر ما یک امسال آمدیم. نانشان که الحمدلله نان خوب است. نانش بهتره. مسئولینشان برخورد خوب داره. حاجی صاحب هم خیر بده، خدای پاک هم آشپزایش هم خیر بده که مردم خوب گزاره خوبش میکنه. به نوبت اول یک دانه از اون طرف میگیره، دانه از اون طرف میگیره، مقصد کل گیره به نوبت نان میده. چیزی که از اگالی خیا کل دیگه و مردم دادن نمیتونن. همین چیزی که میگه باش که به کل غریبا و مسکینا یا یک کاسه رسید یا یک کبگیر رسید همین را توزیع میکنن. با خیر سلامت باشی ان شاء الله که خداوند طاعت عبادات تو را قبول کنه. خدا شما را قبول کنه. با خیر خدا سلامت شما را قبول کنه. خدا شما را قبول کنه. خب هموطنان عزیز آمدیم به خاطر یک دیگه که تازه این ساعت چند بجه است؟ ساعت 4 بجه. 4 بجه شروع کردی. این چند بجه بخیر آماده میشه؟ این برای 5 نیم بجه. برای 5 نیم برای افطار. برای افطار بله سر. خب دوستان عزیز به خاطر معلومات بیشتر که حاجی صاحب صحبت میکنه که درباره این دیگه معلومات بده. حاجی صاحب خسته نباشید. خواهش میکنم میتونستم. حاجی صاحب میشه که بویی که دیگه چطور بعداً دوباره بار کردیم؟ این دیگه به خاطر ازی است که یکی 30 تن متکفین ما داریم و در ضمن 30 نفر شاگردای مدرسه است لیلی هستن. اصلا که ما 70 نفر لیلی داریم، باز به خاطر رمضان بعضشان نه رخصت کردیم، خودشان رخصت کردن خانه رفتن. 30 تن شاگردای مدرسه، 30 تن متکفین داریم و یک دسترخوان انبار میکنیم. مثلا مردم بی وضاحت امی کراچیوان و دکاندار و از امی راهگذر هم میاین امیجا همیشه روزی خود افطار کسی که برای جماعت میایه، برای جماعت شام هم میایه و راهگذر هم میباشه. مثلا کراچیوان نمیتونه رسیده به خانه میجا دیگه همیشه آموخته شدن میاین دیگه، عادت دارن دیگه، میفهمن که اینجا یک لقمه نان افطاری است. برش ترتیب میکنیم. آب و مدنی هم داریم، خرما داریم و امی برنج گوشت هست. یک شکم نان یا یک شکم نان اینجا روزی خود افطار میکنه، باز جماعت خود میخونه میره طرف خانه خود. چقدر خوب، چقدر زیبا. خداوند این اجر به پایان است. تشکر، سلامت باشید. این دیگه است و قدر هم نیست، 1.5 سیر برنج است دیگه. 1.5 سیر برنج است. این از اون دو بوجی که شما گفتی 1.5 سیر شو 5.5 سیر شو توزیع میکنیم، 1.5 سیر شو بنزین برای خود متکفین مسجد و اینمی مردم راهگذر افطاری میکنن. یکی لیلیه که لیلی شاگردای مدرسه. بله. یک جوان تشکر حاجی صاحب. خداوند شما را خیر بده و خیر باشه ان شاء الله که خداوند ما را کمک کنه که سال دیگه هم باز در خدمت شما باشیم، بیایم دیدار شما را خداوند نصیب ما کنه که ما بیایم همیشه از دعای خیرتون ما را فراموش نکنید. کامیاب سرفراز داشته باشید. همیشه هم کار بدیم با تمام مردم افغانستان در کارهای خیریه. من میفهم که شما هم سهم فعالتان دارید. بخیر باشید. تشکر. زنده باشید. تشکر. خب هموطنان عزیز، قسمی که شما میبینید اینجا کسایی که طلب العلم هستند که به تعداد 70 نفر گفتن که 30 نفرش
در حال حاضر موجود هستند که شبا اینجا استراحت میکنن میخوابن هستند. ما رفتیم این دوستا رو دیدیم، اونا یک تعدادش آمادگی بر نماز دیگر داشتن دیگه. گفتم که یک قرائت داشته باشیم، باز دوستا گفتن از خود مولوی صاحب قرائتش میگیریم. ان شاء الله قرائت مولوی صاحب میشنویم. با شنیدن امی قرائتی که از مولوی صاحب است شما رو به الله بی‌نیاز امانت میکنم. ایام به کامتان، طاعت عباداتتان قبول درگاه حق، در دعای خیرتان ما را فراموش نکنید. بدرود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.